به نام خدا. روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میان سالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید. حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورد. روستایی بینوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد. به دستور حاکم لباس گرانبهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید. حاکم که از تخت خود پایین آمده بود و آرام قدم میزد به مرد کشاورز گفت می توانی بر سر کارت برگردی. ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند، حاکم کشیده محکمی پس گردن اون نواخت. همه حیران از آن عطا و حکمت این جفا منتظر توضیح حاکم بودند. حاکم از کشاورز پرسید مرا می شناسی؟ کشاورز بیچاره گفت شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید. حاکم گفت آیا بیش از این مرا می شناسی؟ سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود. حاکم گفت به خاطر داری 20 سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم و در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود من رو به آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن و تو محکم بر گردن من زدی و گفتی ای ساده دل، من سالهاست از خدا یک قاطر با پالان برای کشاورزیم میخواهم، هنوز اجابت نشده، آن وقت حکومت نیشابور را میخواهی؟ یک بار خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد و حاکم و دوست صمیمیش را شناخت. حاکم گفت این قاطر و پالانی که میخواستی، این کشیده هم تلافی همون کشیده ایست که به من زدی. فقط میخواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور و یا دادن قاطر و پالان فرقی ندارد. فقط ایمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد. از خدا بخواه، زیاد هم بخواه و به خواستت ایمان داشته باش و بدان خدا بی نهایت بخشنده و مهربان است.